این هفته خبر تو خبر داره براتون از تاول تحریم‌های 10 ساله علیه آخوندها و سوزشی که تمومی نداره. به آسانی یک آب خوردن عهدی دوباره نقض می شود. اوباما تنها 35 روز قبل از واگذاری قدرت به رقیب جمهوری‌خواه خود با امضا نکردن مصوبه کنگره عملاً به تحریم‌های 10 ساله عیسی رأی مثبت داد. همینه دیگه، عظما میخواست یه پرشی بکنه تا شاید یه چیزی عایدش بشه، اما اشتباه محاسبه داشت و وسط کار چپلو شد. این آخوندا فکر میکنن با این عربده کشی ها میتونن عظما رو از مصیبتی که گرفتار شده خلاص کنن، اما خبر ندارن که بدتر درازش میکنن. اینم قرار بوده فیلمساز ولایی باشه، اما از دیدن اوضاع قمر در عقرب نظام واشر شل شده و به شرشر افتاده. بعضی از مسئولین ما به هوای اینکه 2 تا رأی بیارن به هم فحش ندن، شاکله نظامو نپاشیم، به خاطر اینکه باید پس فردا تو خیابونام تانک ببینیم. ببینید شهرهایی که تو سوریه و عراق هستن چجوری دارن زندگی میکنن. یکی میاد الکی و به رئیس قوه قضاییه فحشی میده. حالا این در حالی داره سنگ رئیس قوه قضاییه رو به سینه میزنه که خود لاریجانی تو سالگرد قیام دلواپس تکرار فتنه است و از حالا داره عمامه به زمین میکوبه و هنوزم عده‌ای به خودشون نیامدن، حتی طلبکار از نظام هم شدن. این چیز عجیبی است واقعا. به همین دلیل است که پرونده فتنه باید باز باشه و این پرونده رسیدگی بشه. فتنه های آینده البته پیچیده‌تر از این فتنه خواهد بود. 7 ساله از ترس تکرار فتنه دارن چفت و بستای نظام رو جوشکاری میکنن، اما بازم میترسن و نگرانن همه چی وا بره. اینا قرار بود جلوی چشم دریاخوار و سرتشتک های نورچشمی خامنه‌ای یه کوزه بشکنن، اما رکورد مشنگی رو شکستن. یه کوزه نمیتونید بشکنید بعد میخواید دنیا رو قبضه کنید. و شهید ناف سروان حمید قهرمانی و 10 شهید و 100 شهید عزیزمان ایران عاشقانه احترامی می‌داریم. قضیه که فقط به وارفتگی نیروهای نظامی عظما ختم نمیشه که آخوندا هم به پت پت افتادن و خامنه مجبور شده یه چنین خط و نشونی براشون بکشه. اینا همه بدانن امروز سرنوشت روحانیت و سرنوشت اسلام در این سرزمین وابسته و گره خورده به سرنوشت نظام اسلامی است. نظام اسلامی اندک لطمه‌ای ببینه یقینا خسارت اون برای روحانیت و اهل دین و علماء دین از همه آحاد مردم بیشتر خواهد بود. قضیه همون مربی است که تیمش باخته، حالا داره حرصش رو اینجوری سر شاگرداش خالی میکنه. از یه طرف عظما میگه بر همه چالش ها فائق میای، از این طرف حملیشش یعنی ناطق نوری صندلی رو از زیر عظما میکشه و میگه باید بریم جلو بوق بزنیم. ما میخواستیم این حکومت اسلامی که درست میکنیم الگو باشد برای جهان اسلام. بعد از 37 سال از پیروزی انقلاب ما تونستیم و میتونیم ادعا کنیم که الگوییم. داریم چیکار میکنیم؟ ما رومون میشه بگیم که ما الگو میخوایم بشیم برای جای دیگه؟ چقدر معتاد داریم، چقدر کارتون خواب داریم. وضع فقر این، وضع اعتیاد این، وضع فساد اجتماعی این، وضع فرهنگی این،
وضع رشوه این، وضع کشور این، وضع قضا این، وضع اجرا این. فرماندارش متخلف در میاد، ما میتونیم الگو بشیم. خلاصه این که مهره‌های نظام ولایت ضربه رو اساسی خوردن و هر کدوم به یه سمتی دارن گیج میزنن. یاش اقداد بالاخره نوحه ویژه اقتصاد مقاومتی هم رسید. کار جدیدی از حاج منصور عوضی و شرکا. نرخ دلار و ارز بدجور در آورد، صدای مردم رو باز یارانه ها هم که خرج میشه برای دادن قبضای آب و برق و گاز کم آورد. یه گونی برنج شده حکایتش حکایت در نهان، قیمت پراید کاری کرده که باید بگی زنده باشیان، وضع بنزین کاری کرده که نمیشه حتی رفت و جمع کرد. هندونه هم به صف عوامل استکبار جهانی پیوست. این شما و این نفوذی سفره شب یلدا هندونه. بپرسید از خودتون چه شد که وقتی مردم داشتن شب عید کدوی حلوایی زیر بغلشون بود تا همین چند دهه قبل میرفتن خونه، وسط راه کی این کدو حلوایی رو برداشت هندوانه گذاشت زیر بغلشون؟ ما یه ساله که به هندوانه داریم زیاد حمله میکنیم. امسال رادیو تلویزیون دیگه همش دوربیناش رو هندوانه بود. توجه کردین؟ هندوانه مال چله تابستونه نه چله زمستون. حالا میگن هر کی بخوره سرما نمیخوره، هر کی چله زراب زمستون هندوانه بخوره تا 1 سال مریضی‌های عجیب غریب میگیره. هفته پیش وزیر کشور شیخ فری اومد توی تیویش و گفت بچه های من بیکارن. حالا ببینید توی این برنامه چه حالی ازش میگیرن. 3 تا از بچه‌های وزیر کشور بیکارن. یعنی من به نظرم اول اولویتمون رو بذاریم برای وزیر محترم کشور. 3 تا بچه‌هاش هم بیکارن. وزیر کشور اعتدالی شیخ فری فکر کرده بود با این ادا و اطوارا میتونه یه پوز ساده زیستی به خودش بگیره، اما خبر نداشت که استبل ولایت جای این فیگورا نیست. اندر احوالات همایش‌های دوغکی نظام همایش گذاشتن ولی نفر نداشتن صحنه رو پر کنن. طرف داره مصاحبه میکنه، میان به زور میبرنش باهاش صندلی پر کنن. تجلیل از پژوهشگران این از کتاب موبایل بوک و این افتتاح آزمایشگاهی که شبکه آزمایشگاه. یه لحظه خب بذارید من بپرسم. وقتی قرار باشه آخوندا ویژه برنامه شب یلدا درست کنن، بعدم اهل و عیال یه پاسدار ترکیده تو سوریه رو به عنوان مهمون دعوت کنن، یه چنین شلم شوربایی از توش در میاد. یعنی دکور برنامه و دکور صورت عظما رو با هم آوردن پایین. بعد از نماز وقتی که من دیدمش بهش گفتم که نه حال کجا بودید، که گفت رفتن پیش حاج آقا. من چون روحانیان رو میدیدن بهشون میگفتن حاج آقا، فکر کردم رفتن پیش از این روحانیان. که بعد گفتم که به حاج آقا در مورد کلاشون سوال کردم که این کلا رو مامانت برات درست کرده. نه حال از حضرت آقا پرسیده بودن. بعد حاج آقا گفته بله، حاج آقا گفته بله مامانم برام درست کرده. بعد نهال گفته میدید به من. بعد گفتش که رفر گفته که یعنی حاج آقا گفته که نه من خودم اینو نیاز دارم اما یه دونه برای تو میخرم. بعد نهالم گفته که اگه خریدی پس صورتیشو بخرید. اصلا نهال و ماجرای کلاه صورت خیلیه. اتفاقا به نظر من برای من این نکتهش خیلی جالبه که این رابطه عاشقانه رهبر با بچه‌ها رو نشون میده. در پایان توجه شما رو به یه همنوازی جالب به مناسبت کریسمس جلب می‌کنیم.
ببینید وقتی معروفترین آهنگ کریسمس با حال و هوای ایرانی نواخته میشه چطوری میشه؟